ذهنیت ثروتساز قسمت سوم. اگر قسمت 1 و 2 رو ندیدی حتما برو توی کانال و اون 2 تا قسمت رو ببین، چون قطعا پیش نیاز این قسمتمونه. وقتی ما یه کاری رو شروع میکنیم خیلی با ذوق و شوق و کیف و انرژی زیاد اون کار رو میایم شروع میکنیم. یه ذره که جلو میریم به یه ذره چالش که میخوریم، یه 2 تا دستانداز که رد میکنیم، میشینیم فکر میکنیم حالا که چی؟ اولش خیلی با ذوقیم ولی انرژی وقتی میاد پایین دلمون نمیاد اون کار رو ول کنیم، ولی دوست داریم که ولش کنیم و چون دوست داریم ولش کنیم دنبال بهونه میگردیم که اون کار رو ادامه ندیم. در مسیر کسب ثروت بهترین بهانه برای آدم ها میدونی چیه؟ معنویت. آدم نمیتونه پول در بیاره، میگه بابا آدمای پولدار دین ندارن. آدم نمیتونه پول در بیاره، میگه بابا خدا نخواست که ما انقدر پولدار بشیم. اگر من پولدار بشم دیگه نمازم اول وقت نمیخونم. کار مغز حفظ بقاست نه موفقیت. تمام تنظیمات مغز برای حفظ بقاست نه اینکه ما موفق بشیم. حفظ بقا یعنی چی؟ مغز تمام تمرکزش رو اینه که انرژی سیف کنه. انرژی سیف کنه یعنی چی؟ یعنی فعالیت کمتری انجام بده. فعالیت کمتری انجام بده یعنی چی؟ یعنی موانع بیشتری رو به تراشه که کمتر کار کنه. پس اکثرا ما میایم معنویت رو ترمزی قرار میدیم، بهانه قرار میدیم برای کسب ثروت، که نه آدم‌های معنوی باید فقیر باشن، در صورتی که ما نمیدانیم که معنویت بهترین اهرم برای کسب ثروته. اگه ما قوانین معنویت رو بلد باشیم، قوانین مادی رو هم بلد باشیم، اتومات به فرمول ثروت دست پیدا کردیم. پس معنویت و مادیات مقابل هم نیستن، اینا کنار همن. این 2 تا باعث میشن که ما بهتر و راحتتر به ثروت برسیم. این یعنی این که ما همزمان میتوانیم مهربان باشیم، با محبت باشیم، کارآمد باشیم، با معنویت باشیم و در عین حال ثروتمند هم باشیم. من 3 تا سوال از شما میپرسم. آیا ممکن است در بین افراد ثروتمند آدم خلافکاری هم باشه؟ سوال دوم، آیا ممکن است در بین افراد با درآمد متوسط آدم خلافکار هم باشه؟ بله یا خیر؟ و سوال سوم، آیا در بین افراد فقیر ممکن است که آدم‌های خلافکار باشن؟ قطعاً جواب هر 3 تا سوال بله است. این یعنی چی؟ یعنی اینکه خوبی یا بدی هیچ ربطی به ثروت نداره. ما آدم فقیر بد داریم، آدم ثروتمند بدم داریم. آدم ثروتمند خوب داریم، آدم ثروتمند بد هم داریم. پس این 2 تا هیچ ارتباطی به هم ندارن. خودمون رو گول نزنیم. حالا بیام روی ذهنیت. اگر شما تصورت این باشه که آدم‌های پولدار آدم بدی هستن، چطور توقع داری که خودت پولدار بشی؟ تو ذهن ناخودآگاهت میگی که من باید اول بد بشم بعد پولدار بشم، پس ذهن تو هیچ وقت قبولش نمیکنه. پس قدم اول اینه که ما ذهنیتمون رو اصلاحش کنیم. این 4 تا پاراگراف رو گفتم، بریم سراغ جمع‌بندی. بچه‌ها خوب دقت کنید. یک نکته کلیدی میخوام بهت بگم. تمام زندگی ما از ذهنمون رد میشه. توی باورهای محدود کننده اگر به این نتیجه رسیده باشی که آدم‌های پولدار بدن، من بهت قول میدم که شما هیچ وقت پولدار نمیشی، چون قدم اول دوست نداری بد بشی. میگی آدم‌های پولدار بدن. نه، آدم‌های پولدار خیلی خوبن. من مسعود ستاره هستم. تو این کانال میخوام تمام تجربیات خودم رو با شما به اشتراک بذارم تا بتونم کسب و کارهای ایرانی رو پویا و فعالتر کنم. این دغدغه منه و این کار رو هم میکنم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.